افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خردترکان شیرین، شما قسم دوم افسانه ملخک را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. بعد از 40 روز دروغ بودن فالبین ایمن به پادشاه معلوم خواهد شد. در آن وقت دور نیست که پادشاه هر چیزی را که به من داده است طلب کرده گیرد. حتی عجب نیست که بنابر دروغگوییم مرا کشد. شب شد. فالبین به زنش گفت از 40 روزه عمری باقی ماندم 1 روزش گذشت. شب دوم هم رسید. فالبین با آهنگ غمگینانه به زنش گفت اکنون از 42 روز رفت. شب سوم رسید. رمال گفت از 43 رفت. به همین طریق از مهلت 40 روزه 39 روز گذشت. فالبین به زن خود گفت امروز 39 روز شد. تنها 1 ماند. فردا 40 پر می شود. کار تمام و سلام. در همین وقت از بام کسی برای حولی فرامد. زنک فریاد کشید دوست آمد. من برای صلح آمدم، نترسید، گفت آن کسی از بام فرامده. فالبین با طرز و لرز بسیار کسی از بام فرامده را پیشواز گرفته پرسید چگونه صلح میکنید؟ من به شما 1 خلطه طلا آورده میدهم، اما چیزهایی را که از خزینه پادشاهی دزدیده ایم به آنکه 1 سوزنش را کم کنیم گرده در فلان غار پنهان میکنیم. شما به پادشاه خبر دهید که کس فرستاده چیزهای دزدیده امان را گیرند، اما شما ما را دستگیر نکنانید و به کشتن ندهید. فالبین به آنکه حقیقت حال را داند این صلح را قبول کرد. آن کس در همان نیمه شبی رفته 1 خلطه طلا آورده باز تأکید کرد که سیر آنها را فاش نکند. اصل واقعه این گونه بود. 40 نفر دوست خزینه پادشاه را دزدیده بودند. وقتی که پادشاه کار آنها را به فالبین داد در دل آنها وهم افتاد. آنها می ترسیدند که مبادا فالبین سیر آنها را کشاده دستگیرشان کناند. با وجود این دزدان تا 39 روز صبر کردند. شب 39 سردار دزدان برای احوال فهمی به بام فالبین برآمده او را پایید. وقتی که از دهان فالبین کلمه های امروز 39 روز شد، تنها 1 روز ماند، فردا 40 پر می شود، کار تمام و سلام را شنید. او گمان کرد که فالبین کیها بودن دزدان را فهمیده است. سردار دزدان با این ملاحظه با فالبین صلح کردن را مناسب دید و به ترتیبی که دیده گذاشتیم دل فالبین را یافت. با همین حادثه تصادفی فالبین مالهای خزینه پادشاه را هم یافته داد. پادشاه به رمال گفت احسن، اکنون تو را در پیش خود باز 1 امتحان دیگر میکنم. اگر از این امتحان برای تو را سر فالبین تعیین میکنم. حاضر برای با آن آزمایش تیار شدن من تو از خانه بیرون برآمده ایستا. فالبین از پیش پادشاه برآمد. پادشاه خواست که در مشتش چیزی را پنهان کند و در دل خود گفت اگر انگشترین و یا مانند این 1 چیزی مقرری را در مشتم پنهان کنم عجب نیست که فالبین با قیاس به گمان دریابد. باید چیزی را پنهان کنم که
هرگز به خاطر کسی نگذرد. پادشاه درباره این گونه یک چیز فکر میکرد که یک ملخ از رفزن به خانه در آمد. پادشاه خواست آن ملخ را داشته پنهان کند. او به همین نیت از جایش خیسته به ملخ چنگ زد، اما ملخ به دست ندر آمده رهایی یافت. در مراتبه دوم چنگ زدن پادشاه هم ملخ به دست ندر آمده خلاص شد. اما در مرتبه سیوم ملخ در چنگال پادشاه بند شد. پادشاه او را در مشت خود پنهان کرد و فالبین را پیش خود جیغ زده در آورده گفت: خی دریاب که در مشت من چیست؟ به نظر فالبین آخر روزی خوشبختی خودش نمایان شده بود. او هرگز نمیدانست که در مشت فالبین چی چیز است. با این اندیشه مناسب حال خود گفت: ای وای، ای وای، یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر به دستی ملخک. یعنی فالبین میخواست به خودش بگوید که یک بار اتفاقا الماس را از مرغ مرجان یافتی و از چنگ پادشاه جستی، رهایی یافتی. دویم بار دزدان را به ترس تصادفی یافتی، باز جستی، رهایی یافتی. اکنون این چیز را نیافتی و به دست افتادی. اما پادشاه: احسن، احسن، یافتی، یافتی. تو فالبینی حقانی بوده ای گویان. مشتش را کشاد و از دست او ملخ پریده رفت. پادشاه موافق وعده‌اش فالبین را سرفالبین خود کرد و زن او فردای آن روز به حمام رفته در آمده خوش و خوشبختانه همراه او به مراد و مقصدش رسید. شما هم نبیره‌یکانی بیبی به مراد و مقصدتان رسید. این بود افسانه عجایب و غرایب ملخک. با شما بودم بیبی افسانه گویتان بروحت بانو. شبی خوش اصلکانی بیبی. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتان شیرین برای